شهر پکین، جمهوری خلقی چین، مرکزی سودای جهان و شهر امید و آرزوها، نه تنها مردم چین بلکه دیگر ملت ها میان این همه جوانان تاجیک هم کار و فعالیت دارند. مثال آنها مهراج کمالوف. مهراج من جمله جوانان هنرمند و دانشجوی فعال در این شهر بوده، در قطار دانش ورزش هم دارد. این برآمد پلنگ چنگال تاجیک است که دائما در نبرد با رقیبان دست بالا میگردد. هنرش مثل رقابت‌هایش رنگین و طلایی است. بعد سفر سالانه به خاطر دانش و ورزش باز دوباره به وطن آمد، در حالی که مهراج ورزش را با دانش توأم کرده است. در این راه برایش بردباری تمنا داریم. بگذار تحت لوای کشور برای رشد و آبادی این میهن کمرش قوی تر باشد. تاجیکستان به پیش، پرچم بردارانش به پیش.